الشر نفاسات فی العقد، جادوگرایی که در گره ها میدمن و چوف و کف میکنن. هیچ روزی نیست که برای ما سوال نیاد. من نمیفهم که چطور وجدان دارد او خواهر شوهری که به اصطلاح تلاش میکنه خانه برادرش خراب. همین امروز برای من یک پیام کرده بود یک کسی که خواهر شوهرم میگم من قسم خوردم تا به اصطلاح تو را از برادرم جدا نکنم اگر رعایت کنم. آخه به کدام مسیر روان هستی؟ رسول صلی الله علیه و سلم میگه کسی که نزد اینا مراجعه میکنه حرف اینا رو تصدیق میکنه بر قرآنی که بر محمد نازل شده کافر شده انسان. نروید به نزد اینها. میگه خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی در بستر میآمد این سوره ها را میخواند در کف دستایش، به اصطلاح کف میکرد و بر سر جانش میمال. در موردی که به اصطلاح از شر جادوگران، ساحران، به اصطلاح فتنگران محفوظ بمانید، این سوره ها و این دعا را دقت بکنید. هر مسلمانی